سلام به همگی. سال نو میلادی سال 2021 رو دوست دارم به همه تبریک بگم از پشت ماست. به هر حال این کرونا همه جای دنیا اومده، کشور ما کمی کمتر بوده، جدیدا یک کوچولو بیشتر شده. خواهش میکنم تا جایی که میتونید از وسایل پیشگیری استفاده کنید، ماسک و در واقع ژل ضد عفونی فراموش نکنید. تا جایی که میتونید این کار انجام بدید. ما هم انجام میدیم، ولی برای امروز ما این ماسک رو برمیداریم چون جایی که هستیم وسط جنگل و بیابونه و احتمال اینکه اتفاقی برای بنده بیفته بسیار بسیار کمه. فقط یک کمی بارونیه، اگه رعد و برق اومد که شما مواظب من هستید. امروز بنز 380 برای شما داریم. مدل 380 کمپرسور رو داریم. مدل 2006 هستیم. ماشین 110,000 کیلومتر راه رفته. ماشین بسیار تمیزی هستش و ما هم بسیار بسیار این ماشین رو از اون ماشینایی بوده که برها وقتی اومد یه طراحی نوینی بود در مقابل BMW سری 3 E46 وایساد و حالا برای هر دوتا ماشین مزایا معایب خودشون داشتن. امروز ما به این ماشین یکم بیشتر میپردازیم. از نظر موتوری این ماشین 380 کمپرسور هستش. کمپرسور یعنی در واقع موتور در واقع سوپر چارج هستش که مرسدس شروع کرد تولید کردن به صورت انبوه با کد M271. از سال 2000 شروع کردیم رو تولید کردن و تا 2007 هم نمونه های از این ماشین وجود داره و بعدم رفتش روی در واقع از این W203 هستش. این اتاق رفت به W204. مدل W204 این ماشین W204 رو من دو تاشو ریویو کردم، CDB 3250. روی این لینک کلیک کنید، میتونید اونها رو هم ببینید و اگه خوشتون اومد یادتون نره که لایکش کنید. برمیگردیم به این ماشین. این ماشین طراحی ظاهریش یه عده خیلی دوستش دارن، یه عده خیلی بدشون میاد. وسط نداره به نظر من. هر کسی که من دیدم که صحبت میکردن گفتن آقا این ماشین یا بسیار زیباست یا بسیار زشته. خاطرتون باشه که یه دونه فیسلیفت خیلی خیلی جزئی روی این ماشین انجام شده که راحت ترین چیزی که میتونید متوجه بشید این ماشین این نسل قبل فیسلیفت بعد فیسلیفت چراغای جلوش هستش. اون نسل قبلی ها جلو مات دارن، این چراغای جلوی برداخت، ولی از این بگذاریم کلاسیک داره، الگانس داره، همین در واقع کلاس بندی های مرسدس آوانگارد داره و اینها. موتورهایی هم که روی این ماشین اومده یه 380 C200 و بعد میرم C350 و C55 که در واقع AMGش هستش و ماشین بسیار بسیار جالبیه. اون یکی از نظر موتوری که از موتورهای بسیار زیبایی که بنز توش کار کرده. حالا اونو ما میذاریم کنار از بحث این فیلم خاص ما. خارج 380 کمپرسوری که ما اینجا داریم 143 اسب رفاه قدرت موتورش هستش. جنریشن دوم یا سوم موتور هستش در واقع که رو مدل‌های مختلفش استفاده میشه. سخت اینو گفتم. به هر حال 143 اسب رفاه قدرت موتورش هستش و حدود 200 نیوتن متر هم تورک این موتوره. یه گیربکس 5 دنده اتوماتیک هم داره. همونطور که میدونید مرسدس بنز گیربکس از مانیفکتچرر جدا نمیخره، خودش دوست داره گیربکس خودش رو طراحی کنه. این خاصیتی هستش که بنز تا به امروز در واقع داشته دنبال می‌کرده. برعکس مثلا BMW که مستقیم میره از ZF یکی از گیربکس‌های استانداردش رو برمی‌داره. به خاطر همین حالا وقتی رانندگی می‌کنیم در مورد گیربکسش بیشتر صحبت می‌کنیم. یکی از نقاط جالب طراحی این ماشین به اعتقاد من برجستگی‌های گرد روی کاپوت هستش که از داخل ماشین هم دیده میشه. باز مرسدس بنزایی که حالت مثلا جنریشن قدیمی تر دو تا گرد اون بغل دیده میشه و یه دونه کاپوت این شکلی باز گرد داره، البته بنزم روشه. عین همون طرح رو این ماشین هم از تو در آورده. وقتی رانندگی می‌کنید همون دو تا گردهای بغل و کاپوت گرد و یه علامت هم روش این هستش. این دیگه ماشین خیلی قشنگ طراحی شده. به اعتقاد من جزو نسل‌های جدید ماشین بود که BMW و بنز شروع کردن این فاصله رو کم کردن
و رو اتومبیل‌های کورسی بنز هم تو اون جنریشن دیده میشه. از نظر آپشنی ماشین خاص ما فقط صندلی چرم و اینا رو داره و در واقع اون سانروف رو که به طب بیشتر اتومبیل‌های هایر اندتر دارن نداره و سینگای استاندارد خودش رو داره و عقب ماشین رو که یکی از زیباترین دیزایناش چراغ‌های عقب بنز جزو چراغ‌های عقبی بوده که من شخصا همواره دوست داشتم. خیلی قشنگه. این چراغ ترمز رو هم داخل صندوق عقب کار کرده که به نظرم یکی از قسمت‌های جالب طراحی این اتومبیل بوده. برگردیم به سال 2000 که در واقع این جنریشن این ماشین معرفی شد. آنتن‌های داخل شیشه و اونها هم که دارید می‌بینید توش کار شد. اولین چیزی که توی بنز نشستن توجه شما رو جلب خواهد کرد صدای درشه. صدای در این ماشین هم مثل بقیه بنزا زیباست. داخلش فضای خیلی خوبی در آورده این ماشین. پای من خیلی راحته. برای یه مقدار به اعتقاد من صندلیاش رو میشه گفت که شاید یکم کوتاه‌تر از ماشین بزرگتر باشه، ولی به هر حال این کامپکت سدان هستش. اینو فراموش نکنید. من وقتی میگم راحته در مقایسه با کامپکت سدان دارم میگم، نه در مقایسه با مثلا بنز کلاس اس یا بی ام و سری 7 و اینا. خب اون ماشینا بزرگتر هستن، به جای بیشتری دارن و صندلی‌ها و داخل ماشین راحت‌تر طراحی میشه، ولی این به عنوان یه ماشین کامپکت بسیار بسیار راحت طراحی شده. جلوش عالیه، فضاش به نظر من کیفیت مواد استفاده شده عالیه و متاسفانه توی بنزای چیزی که اتفاق افتاد، هر چی که به سمت جلوتر داریم میریم کیفیت ساخت داخلش رو من کمتر دوست دارم. به نظرم تو آخرین بنزایی که داره تولید میشه بنز شروع کرده روی این قضیه برگشتن. کوکوبارای ما هم دارن اون پشت برای شما صدای پشت صحنه رو انجام میدن. ما دیگه لازم نیست روی این فیلم فکر کنیم آهنگی چیزی بذاریم، قشنگ از صدای پرنده‌های استرالیایی لذت ببریم. میایم اینجاها اینجا می‌بینیم بغل وسطای این ماشین واقعا سالید و محکمه، هیچ صدایی نمیاد. این ماشین اون چیزی که تو شما نخواهید شنید صدای قرش و خروج هستش که متاسفانه منم گوش‌های خیلی خیلی خوبی دارم و همه این صداها رو من میشنوم. هر اسکویی که هر جای ماشین بیاد من میشنوم. این ماشین همچین صدایی رو نمیده. ما بردیم چندین ساعت هم باش استراحت کردیم، همچین خبری توی این ماشین نیست و عموما توی بنزها نیست، مگر اینکه یه بنز سی کلاس جدید رو من تست کرده بودم. واقعا اینجاها تمام صدا می‌کنه. این ماشین اصلا سالی داشبورد خیلی قشنگی داره، مثلا نرم و چرم خیلی خوشگلی روش کشیده شده. صندلی‌ها هم چرم هستن، چرم مصنوعی هستن این مدل خاص، ولی با چرم طبیعی هم این ماشین رو می‌تونید بگیرید. صاحبش این ماشین رو بسیار بسیار دوست داشته، چقدر تمیز نوشته داشته با 110,000 کیلومتر. کلید این ماشین به این شکل هستش. یعنی شما فکر کنید سال 2000 اینو گرفتید دستتون، نه امروز. کلا همینه و تمام اطلاعات سرویس مرویس ماشین رو کد نمایندگی از داخل این در میاد شما وقتی میبینیدش. حالا ما حرکت میکنیم چقدر قشنگ این ماشین دور میدنه موتورش، چقدر قشنگ این ماشین. بالاخره ماشین سریع نیست، ولی خب کتاب آفیشیال این حدود 10 ثانیه هستش، حالا یک کمی کم و زیادش اینا، ولی موتوریه که از نظر صدا و از نظر دور زدن هیچ ادیتیشنی توش نیست. هر چیزی که شما متوجه خواهید شد وقتی با این ماشین رانندگی کنید اینه که گیربکس این ماشین تمایل به دنده معکوس انداختن خیلی کمتر داره و این یکی از اون کارهایی که مرسدس بنز میکنه با ماشیناش وقتی که داره این گیربکس ها رو طراحی میکنه و اینا. کلا همونطور که همه میگن بنز معمولا برای رانندگی آروم بهتره. کلا آدم باورش نمیشه که این ماشین مدل 2006 هستش. بذار اینطوری در یک کلمه
ماشینی نیستش که شما وقتی میرونیدش بگید این ماشین داشته. تنها چیزی که شاید مثلا به نظر من بیاد اینه که فرمونش یه مقدار سنگین‌تره که لزوما چیز بدی نیست، این ولی کانکتده، یعنی شما میفهمید که چرخ‌های جلو کجا هستن، چی کار دارن میکنن، هیچ لبه‌ای نیست. هر تکونی که من میدم این ماشین تکون می‌خوره، کوچکترین تکون‌ها رو این ماشین بهش جواب میده. فنربندیش بسیار نرمه ولی خب وقتی میپیچید بازم جمع این ماشین تو دستتونه. یکی از اون زیبایی‌های این ماشین هستش و این نسل بنز هستش. هرچی جلوتر تو آلمانیا میریم دارن فنربندی‌هاشون رو خشک و خشک‌تر میکنن برای اینکه شما هندلینگ بهتر داشته باشید، ولی واقعا شرایطی هستش که شما متوجه میشید که آقا جان این شما بفرمایید شما متوجه میشید که آقا مثلا برای سرعت 110 کیلومتری که حالا تو استرالیا مجاز هستش کمی زیاده. ما اگه میخوایم چیکار کنیم حالا تو ایران یا بیشتر جای دنیا تو همین 110-120 کیلومتر مجاز سرعت مجاز هستش. طراحی میکنن برای کشور خودشون که اتوبان‌های آزاد دارن میکنن 200 250 300 کیلومتر برای هیچ کسی هم مشکل نخواهد داشت. ولی اگر در یک کلام من بخوام براتون بگم، به هر حال دلیل اصلی که این بنزا قیمتشون یه مقدار پایین‌تر میاد وقتی سنشون بالاتر میره این هستش که هزینه‌های نگهداریشون و هزینه تعمیراتشون به خصوص زیاد میشه و این زیاد شدن هزینه‌های تعمیرات یکی از اون دلایلی هستش که مردم با ترس بیشتری این ماشینا رو میخرن. ولی کسی باید حتما این رو در نظر بگیرن که این ماشینا ساخته شدن برای یک عمر، برای یک دو روز نیستن. مثل یه سری از تولید کننده‌های دیگه که حالا نمیخوام اسم بیارن. به طب من فکر میکنم که اگر دنبال یک ماشینی باشید که بخواید باهاش واقعا لذت ببرید از رانندگیتون و اینها، یک ماشینایی توی این کلاس توی این سبک با این قیمت ها به نظر من اصلا واقعا یه دونه دیل خیلی خیلی خوب هستن که آدم باید در نظر بگیره وقتی میخواد خرید کنه در مقابل یه ماشین مثلا 0 کیلومتر حالا هرچی یوندای کیا تویوتا. ولی خب به هر حال یه مقدارم شما هزینه نگهداریتون باید در نظر بگیرید، ولی شما بازم با این قیمتی که این ماشین رو میخرید خیلی پول خواهید تو جیبتون خواهد موند برای اینکه به نگهداریش برسید و اونطوری هم نیستش که هر روز تو تعمیرگاه باشید. نه، این ماشین اینطوری ساخته نشده. درسته که شتاب 0 تا 100 این ماشین 10 ثانیه است، اما 10 ثانیه رو با روح میره. درسته بازم آلمانیا امروز دارن همه میگن که 3 ثانیه 4 ثانیه 5 ثانیه شتابای 0 تا 100 شون الان اومده توی این رنج و قسمت عمده ای از ماشیناشون داره همین عددا رو میزنه. مثلا با نمیدونم 30-40 هزار دلار شما ماشین میخرید صحبت از 40,000 تا بیشتر، مثلا مدریم 60-70 هزار دلار ماشین میخرید 0 تا 100 5 ثانیه دارن به شما میدن الان. ولی اون نکته‌ای که من میخواستم براتون بگم از 30,000 تا 40,000 دلار تویوتا و هیوندای و اینا فکر می‌کنم رو 7-8 ثانیه اون 0 تا 100 باشه. بخاطر کلا حالا این حرفی که میخواستم بزنم شاید با استانداردهای امروز 10 ثانیه این ماشین کندتر به نظر برسه، توی رنج کندتر به نظر برسه و توی اون قسمت پایینتر این اسپکتروم سرعت و شتاب باشه. ولی یه فاکتوری هست که من بهش اعتقاد دارم و اونم روح راه رفتن ماشین هاست. این ماشین اون چیزی رو که میره با روح میره و اون لذت رو شما میگیرید. امروز دیگه با این محدودیت سرعتایی که داره اعمال میشه توی دنیا، هنر ما این نیست که ماشین ما ظرف 3 ثانیه و 2 ثانیه به 100 کیلومتر برسه. هنر ما اینه که اون سرعتی رو که میره با لذت بره و با هیجان بره. هرچی سرعت کمتر بره شاید بهترم باشه، ولی با هیجان بره که ما بتونیم از اون استفاده کنیم. و شاید یکی از خاصیت‌هایی هستش که بنز و بی ام و توی مدل‌های لوئر انداشون در واقع ماشین موتور کوچیک‌ترش و اینها داره در واقع دنبال میکنه. الان بی ام وای سری 3 همه با موتور 3 سیلندر 1500 سی سی هم میاد و به خاطر همین داستان
دنبال این هستن که سرعت کمتر رو ولی با لذت بیشتر. اگر از ویدیو ما خوشتون اومد لطفاً ویدیو رو لایک کنید، فراموش نکنید این کار رو بکنید و بازم فراموش نکنید که چنل ما رو دنبال کنید. ویدیوهای بسیار بسیار جالبی رو در امسال برای شما داریم. به طب کرونا باعث شده که یه مقدار فعالیت‌های همه توی دنیا کم بشه و ما هم مستثنی از این داستان نیستیم، ولی خاطرتون باشه که ما دوست داریم اون چیزی رو که دوست داشتیم به شما معرفی کنیم و کل هدف ما از این کانال همین هستش. متشکرم از اینکه با ما